چرا کراتین رو همه باید مصرف کنن، حتی اونایی که ورزش نمیکنن؟ طی تحقیقاتی که دانشمندان انجام دادن، حتی کسایی که ورزش نمیکنن به کراتین نیاز دارن. چرا؟ برای مغزمون. مغز به کراتین خیلی نیاز داره. در مواقع حساس، در مواقعی که مغز شرایط مناسبی نداره، از کراتین به عنوان انرژی استفاده میکنه. سلولهای ما به کراتین خیلی نیاز داره. کراتین به عنوان فسفات تو عضلات ذخیره شده. در مواقع استرس و اضطراب سلولها خیلی بهش نیاز داره و به کمک خیلی خوب به سلولها میکنه. و یه مورد دیگه این که به پوست ما و موی ما و جلوگیری از پیری خیلی کمک میکنه. و یه نکته این که از سن نوجوانی تا پیری میشه مصرف کرد طبق نظر دانشمندان، ولی زیر نظر پزشک باید باشه. و این شایعاتی که میگم برای کلیه ضرر داره و این شایعات اصلا توجه نکنید.